مهاجرت یه تصمیم نیست، یه مهارته، چیزی که خیلی‌ها نادیده میگیرن. امروز میخوام راجع به 3 تا از اتفاقات و اشتباهات اصلی که بچه‌ها تو مهاجرت در واقع براشون اتفاق میفته و رقم میزنن باهاتون صحبت کنم. بریم از اولی شروع کنیم. راجع به اینکه چرا مهاجرت یه تصمیم نیست و یه مهارته و باید قبل از اینکه مهاجرت کنی این مهارت رو یاد بگیری. خیلی‌ها به مهاجرت به چشم یک مسیری نگاه میکنن که آقا ما همینجوری میریم و انجامش میدیم ببینیم چی میشه. اگر بخوای اینطوری مهاجرت کنی میسوزی. و اولین اتفاقی که بعد مهاجرت برات میفته اینه که ناامید میشی، دچار یأس میشی، دچار افسردگی میشی و تو هم میشی مثل خیلی از بچه‌های دیگه که مهاجرت کردن و الان قر میزنن. این قر زدن فکر کردی از کجا میاد؟ چرا یه سریا ناراضیان؟ چرا یه سریا حالشون بده؟ چرا یه سریا همیشه ناراحتن؟ دلیل اصلی که این اتفاق میفته اینه که تحقیق درست و آگاهی ندارن. یعنی همینجوری شنیدن اون کلیپ هم میگه همه داشتن میرفتن، ما هم گفتیم از این وری بریم. این وری میریم. این وری به کجا میره؟ والا نمیدونیم، نرفتیم چه ببینیم، حالا بریم ببینیم چی میشه. مثلا الان همه بیشترن که آقا ایتالیا خیلی خوبه، بورسیه میده، تحصیل رایگانه و میتونی این کارو انجام بدی و همه میان پشت بندش بدون اینکه دید خوبی نسبت به این داستان داشته باشن. دید خوب چطوری اتفاق میفته؟ با تحقیق، با آگاهی، بری مشاوره بگیری، بری از آدمی که چند سال اونجا زندگی کرده بپرسی، آدمی که کارش اینه. نظر مثلا من بیای نظر بپرسی که آقا آیا این کشور اصلا به درد من میخوره یا نمیخوره؟ اگه من مهاجرت کنم به این کشور یا حالا کشورهای دیگه بعدا ناامید میشم یا نه؟ بعدا میفهمم که به زندگیم کمک کرده و بهتر شده. برای مثال بهتون میگم ایتالیا الان از لحاظ تحصیل خیلی عالیه، موقعیت بسیار خوبیه. شما میای اینجا درس تو رایگان میخونی، تو اون چند سالی که داری درس میخونی بهت حقوق هم میدن، بورسیه هم میدن و زندگیت کلا بهتر میشه. اما تو باید این مایندست رو داشته باشی که آقا زبان ایتالیایی بسیار واجبه تو این کشور. یعنی بچه‌ها با زبان انگلیسی میان درسشون رو میخونن و بعد که تموم شد نمیتونن کار پیدا کنن به خاطر اینکه تو اون سالها زبان ایتالیایی نمیخونن. خودمونیم ایرانی‌ها تنبلن در کل و منتظرن به محض اینکه رسیدن سری برن بشینن پشت میز و ریاست گوگل رو بهشون بدن. خب نیست، همچین چیزی اتفاق نمیافته. تو داری وارد بازار بین‌المللی میشی، رقابت خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که تو فکر میکنی. خیلی آدمایی هستن اینجا که چند تا زبان بلدن. بچه‌ها من توی شرکتی کار میکردم اینجا، یه شرکت لوازم مراقبت پوستی و کرم و اینجور چیزا میفروختن. همکارایی که من داشتم اونجا حداقل 3 تا 4 زبان صحبت میکردن. یعنی مثلا یکیشون پرتغالی بود، پرتغالی صحبت میکرد که اسپانیایی هم شامل میشد، ایتالیایی هم حرف میزد، انگلیسی هم حرف میزد، فرانسوی هم حرف میزد. 4-5 تا. من اومده بودم اینجا فقط فارسی حرف میزدم و انگلیسی. خب بعد یاد میگرفتم ایتالیایی رو که یاد گرفتم و میدیدم که چقدر رقابت سنگینه. یعنی مشتری میاد تو مغازه، طرف 4-5 تا زبان با یارو صحبت میکنه. میبینی پس رقابت سنگینه و تو باید روی خودت بیشتر کار کنی، باید قوی بشی. اگه قوی نشی چه اتفاقی برات نمیافته. پس مورد اول که بهتون گفتم آگاهی راجع به اون کشوری که دارید میرید تحقیق کنید. مثلا الان ایتالیا برای مهاجرت 1 میلیارد میخواد برای شروع. شما نزدیک 7000 یورو میشه، هولوش 700 تومان 750 تومان باید برای سفارت ارائه بدید که پولو بگیرن از شما، ببخشید گواهی رو بگیرن از شما و شما نشون بدید که پول تو حسابت هست. بعدش که اومدی میتونی اون پولو با خودت بیاری. 200-300 تومان هم هزینه‌های داخل ایرانت میشه که باید برای حالا مؤسسه و وکیل و ترجمه مدارک تو موارد اینطوری خرج بکنی. اشتباه سومی که بچه‌ها انجام میدن اینه که تنهایی و بدون برنامه مهاجرت میکنن. یکی از کارهایی که ما واسه بچه‌ها انجام میدیم اینه که بچه‌ها رو با همدیگه آشنا میکنیم. مثلا تو روم قبول شدی، چند تا دیگه از کلاینتای منم روم قبول شدن. معمولا بچه‌ها رو با همدیگه آشنا میکنیم که از اون اول تنها نباشی. وقتی میای فرودگاه ایتالیا دیگه تنها نیستی. وقتی میخوای بری دنبال کارهای اداریت، کارهای دانشگاهت، اقامتت، خونت، همه اینا 2-3 تا پارتنر مهاجرت، 2-3 تا دوست مهاجرتی داری در واقع که تو این مسیره میدونی یه دلگرمی، یه قوت قلبه که میدونی تنها نیستی. پس هیچ وقت برنامه مهاجرتتون تا جایی که میتونید روی تنهایی نریزید. یعنی خودتون همه کارا رو تنهایی روی دوش نکشید. حداقل یه کسی کنارتون باشه که بتونه تو این مسیر کمکتون کنه. این خیلی خوبه. یا مثلا بچه‌ها میان اینجا شماره منو دارن. چند وقت پیش که بچه‌ها رسیده بود مسینا، چمدونشو نیاورده بودن. یکی از چمدوناش نرسیده بود که مدارک بورسیش توش بود. آتمین. بعد ساعت داستانش هم اتفاقا تو پیجمون هست. توی اینستاگرام اگه بری تو هایلایت های اینستاگرام یه داستان آتمین گذاشتن،
برید اونو ببینید. یهو 10:30 صبح به من زنگ زد آقا آرمین صدا میلرزید استرس. گفتم چی شده؟ اصلا من نمی‌دونم کیه. گفتم کی تو؟ گفت من آتمیام رسیدم ایتالیا، مسینام چمدونم نیومده. گفتم خب میاد نگران نباش. نه آخه مدارک بورسی هم. گفتم بابا جان یه 2-3 روز بگذره مدارکت میرسه، چمدونت میاد. معمولا پروازهای ترکیش این اتفاق زیاد میفته. خب آروم شد، آروم گرفت و دیگه تشکر کرد و عذرخواهی کرد که زنگ زد سر صبح و اینا و حالش بهتر شد. حالا اگه من نبودم طبیعتا این بچه کلی استرس میکشید، کلی با حال بد میخواست اونجا بچرخه تا ببینه چیکار میکنه، یا بعد از این مثلا یه مشکل دیگه پیدا کرد دوباره من زنگ زد مشورت گرفت، سلام مشورت کرد. توی این مسیر تنها نبودن خیلی مهمه. من خودم هم تنهایی مهاجرت نکردم، یعنی یه دوستی پیدا کردم، با هم دیگه اومدیم یه چمایی رو با هم گذروندیم و بعد ان شاءالله دیگه از هم دیگه جدا شدیم. همیشه اینو در نظر داشته باشید وقتی تنها نمیاید توی هزینه‌هاتون خیلی مدیریت میتونید بکنید. یعنی مثلا به جای اینکه بری یه خونه بگیری یا یه اتاق بگیری اول کار که کلی هزینه رو دستت بتراشه، میتونی با یه نفر دوستی کسی این حرکت رو انجام بدی که هزینه‌هات بیاد پایین، خورد و خوراکت میاد پایین و در کل مدیریت میکنی که بعداً توی این مسیر پول کم نیاری، که بعداً اذیت نشی و بعداً بتونی یه برنامه‌ریزی درست واسه در واقع جیبت و مهاجرتت و همه اینا داشته باشی. توی تیم ما همه چیز با برنامه‌ریزی اتفاق میفته. کارهایی که ما برای شما انجام میدیم همه چیز طبق برنامه‌ریزیه و این برنامه‌ریزی باعث میشه که شما این مهارت رو یاد بگیرید. یعنی ما فقط برای شما اپلای نمی‌کنیم، به شما یاد میدیم که چجوری مدیریت بکنید، به شما آگاهی میدیم از مهاجرتی که دارید انجام میدید و همینطور کمکتون می‌کنیم که کم کم زبانتون بهتر بشه. یعنی توی این مسیر همه چیز برای شما رقم میخوره و اینطوری نیست که فقط شما مهاجرت کنید. اینطوریه که ما مثل این آقا از وسط برنامه زندگی شما رد میشیم و به شما کمک میکنیم که مسیرتون بهتر بشه. اگر دوست دارید با ما اقدام بکنید فرقی نداره، برای مقطع کارشناسی، برای مقطع ارشد، دکترا یا حتی آیمت، پزشکی، دندون پزشکی، دارو، ما توی همه این زمینه‌ها به شما کمک میکنیم. فقط با این داستان که با این تفسیر که با علم به این که ما تخصصمون ایتالیا. بچه‌ها توی تیم ما همه اینا به شما آموزش داده میشه. این مهارت مهاجرت کردن رو یاد میگیرید. تجربه چندین ساله من و بچه‌هایی که مهاجرت کردن رو یاد میگیرید. شما با یک مشاور خصوصی در ارتباط هستید که اون خودش مهاجرت کرده و چند سال از مهاجرتش میگذره. با آدمای تازه کار ارتباط نمیگیرید. ما آدمایی هستیم که تو این زمینه پوست انداختیم. به قول درآمدی میگم ما پوستمون کنده شده تا به اینجا رسیدیم و این مهارت رو به شما منتقل میکنیم. یعنی شما هم میفهمید و یاد میگیرید و دیگه مثل بقیه آدما نمیشید که مهاجرت میکنن خامن، لختن، انگار هیچی نمیدونن و واقعیت هم هست، انگار نیست، واقعیت. اذیت میشن تو این مسیر. شما دیگه اذیت نمیشید. ما بهتون یاد میدیم که تو این مسیر چطوری باشید، چطوری پیشرفت کنید. شاید باورتون نشه تو این مسیر من بچه‌ها رو راه میندازم، یعنی بهشون سختگیری میکنم، اذیتشون میکنم. الان اذیتشون میکنم که وقتی مهاجرت شدن اذیت نشن. توی پروسه پارسالمون یه خانومی رو داشتیم که 2 تا از دختراش داشتن با ما مهاجرت میکردن، مسیرشون با ما. بعد من خیلی بهشون فشار میآوردم، زبانتو بخون، اینو برسون، اونو برسون. بچه‌ها شاکی شده بودن و خود مادر هم دیگه از ما شاکی شد که چقدر به بچهای من سخت میگیری، تو قرار بود کاراشون انجام دیگه، این همه سختگیری چیه؟ تو چیکار داری که بعد مدرک زبانشون باید زبانشون رو بخونن یا نه؟ و من کارامو انجام دادم. از منم خیلی شاکی شدن. جفت دختراشون هم ویزا شدن اومدن، پذیرش و بورسی و ویزا رو همه رو اوکی کردن اومدن. بعد از چند ماه اسکرین شاتاشو براتون میذارم. به من پیام داد و از من تشکر کرد، گفتش اون موقع ما خام بودیم و نمیفهمیدیم، متوجه نبودیم. الان میفهمم که تو چرا اون سختگیری‌ها رو میکردی. دلیل داشت. دلیلش این بود که می‌خواستم دختراش وقتی رسیدن اینجا اذیت نشن، سر کلاس بفهمن داره استاد چی میگه. مثل یه سری از بچه‌ها گریه نکنن از کلاس بزنن بیرون و بتونن از پس خودشون تو پروسه مهاجرت بر بیان. این حوزه تو هر فیلدی بخوای وارد بشی، چه به زبان انگلیسی چه به زبان ایتالیایی، ما کمکت میکنیم. رزومه ما مشخصه، همه چیزمون واضحه و همه چیز برای همه مشخص هستش. یه نکته خوبی که میتونم بهتون بگم، از امسال ما دیگه تبدیل به مؤسسه شدیم توی ایران، مؤسسه آرمین مهاجر سوری یا همون ایتارمین. خب کلمه ایتارمین رو نمیذارن ثبت بکنیم. همه کارهای ما دیگه قانونی و طبق سیستم ایران جلو میره. نشد دفتر بزنم متاسفانه. اومدم ایران، اون سمینار خفن رو برگزار کردیم، اگه خاطرتون باشه تو هتل اسفیناس سعادت آباد ترکوندیم، ولی بعدش که ما این دفتر بزنیم متاسفانه جنگ شد. حالا ان شاءالله توی فرصت بهتر دوباره برمیگردم و کارهای دفتر رو اوکی میکنیم، ولی فعلا به صورت آنلاین مثل سالهای قبل، مثل این چند سالی کار کردیم با شما قرارداد میتونیم ببندیم. توی تلگرام به آیدی زیر، شاید این زیر اینجا بهتر باشه، میتونید پیام بدید و استارت کارتون رو بزنید.
میتونید حالا اطلاعاتتون رو بفرستید مشاور رایگان توی در واقع تلگرام بگیرید. حالا قراردادم نوسید مهم نیست، چند سالته، سطح زبان چیه، چی خوندی، معدل چنده، اینا رو برامون بفرست که یه ذره با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر بتونیم کمکت بکنیم مطمئن باش که دریغ نمی‌کنیم و همه این کارا رو، همون کارهایی که واسه بچهای قبلی انجام دادیم واسه شما هم انجام دادیم. دوستتون دارم، امیدوارم که ویدیو به درتون خورده باشه. توی تلگرام بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم. تا یه ویدیوی دیگه، اری ودرچی.